سوال ما اینجاست که نماز تراویح چند رکعت خوانده شود و تسبیح آن چگونه است؟ آیا سبحان ذی الملک خوانده شود یا خیر؟ برادران و خواهران، نماز تراویح، تهجد، قیام اللیل و تراویح یک چیز است. پیغمبر دائما خوانده. امی تهجد، قیام اللیل برش میگه. تهجد برش میگه به خاطری که وجود خواب خود دور میکنه، میخیزه نماز میخونه. قیام اللیل به خاطر میگه که در شب قایم است، نماز میخونه. تراویح به خاطر میگفت که در زمان صحابه آنقدر طولانی تراویح نماز نفل خوانده میشد که بعد از 4 رکعت نیاز به یک استراحت بود که خود تازه کنه و یک کمی نشاط بسازه، به خاطر که 4 رکعت دیگر خواب همینطور به میل و رغبت بشنوه. ما وارینه این از او خاطر تراویح میگم. قیام، رکوع، سجده، قرائت، این خیلی منظم، آرام، با اطمینان باشه که خشوع آدم بیاید. چرا که هر قدر قرائت طولانی شوه، هر قدر که آرام شوه، اما قدر توجه آدم زیاد میشه. خصوصا قاری صاحبایی که تقوا داشته باشه، آیت به شکل میخونه تو گویی که هیچ معنا را نمیفهمی، ولیکن مجردی که در آیات عذاب، در آیات جنت میرسه، یک دم گریانت میاد. الحمدلله الله متعال ما را همیشه بی بهره نساخته. امسال قاری صاحب خالد در جای ما نیست. شاهکاری ها را بعضی دوستای ما کرد که قاری صاحب خالد دیگه جای برده، لیکن الحمدلله قاری صاحب عبدالله برای ما آورد. الله امی شب گذشته واقعیت است، چون که آیات هم خیلی زیاد متعلق عذابا و جنت بود، بسیار زیاد گبی کدام آدم در گریه می آورد. کیفیت نماز اهمیت داره. سریازی نزاع نکنی. اگر 20 رکعت تراویح را کسی میخونه با وجه درستش قیام و قرائت میکنه، بالکل قطش بخونه، درست است. در حرمین 20 رکعت خوانده میشه و چون که ختم قرآن به شکل میخونه، مصحف مدینه یک جزء قرآن کریم 20 صفحه داره، در هر رکعت یک صفحه میخونه، از او خاطر 20 رکعت میخونه. وگرنه 20 رکعت سنت نیست. یا میگه سنت عمری است. نه، سنت عمر عبدالله مردم جمع کرده در 11 رکعت که 8 رکعتش تراویح یا نه نفل بود، 3 رکعتش وتر بود. در معطا امام مالک اردو روایت 20 رکعتی هم آمده، 11 رکعتی هم. روایت 20 رکعتی ضعیف است از روی سند، روایت 11 رکعتی قوی است.